در این برنامه انشاءالله میپردازیم به بیان ارکان روزه. دو امر مهم و اساسی در روزه که در واقع بیانگر اصل روزه و وجود روزه هستند. روزه دو رکن اساسی دارد که اگر این دو رکن وجودی داشتند به این معنی هست که ما روزه بوده ایم و روزه ما به عنوان یک عبادت مشروع محسوب خواهد شد و انشاءالله الله متعال پاداش این روزه را به ما عنایت خواهد کرد. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه انشاءالله میپردازیم به بیان ارکان روزه. دو امر مهم و اساسی در روزه که در واقع بیانگر اصل روزه و وجود روزه هستند. روزه دو رکن اساسی دارد که اگر این دو رکن وجودی داشتند به این معنی هست که ما روزه بوده ایم و روزه ما به عنوان یک عبادت مشروع محسوب خواهد شد و انشاءالله الله متعال پاداش این روزه را به ما عنایت خواهد کرد. و اگر یکی از این دو رکن اساسی در روزه ما وجود نداشت یا دچار نقص بود به این معنی هست که روزه ما به صورت کلی وجودی ندارد یا اینکه ناقص هست. این دو امری که در این زمینه عرض کردم که جزء ارکان روزه محسوب می شوند، اولین و اساسی ترین مطلب نیت هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. ایشون میفرمایند که معیار پذیرش و معیار ارزش هر عبادتی نیت هست و بر اساس نیت هست که با انسان برخورد می شود و اعمال انسان مورد بررسی قرار می گیرند. انما الاعمال بالنیات، معیار ارزش و پذیرش اعمال نیت هست و انما لکل امرئ ما نوی، هر کسی چی نیتی را داشته بر اساس همان نیتش به عمل اون فرد در واقع نگریسته می شود. و در روایت دیگر هست حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها این روایت را برای ما نقل کرده و در سنن ابو داود و ترمذی این روایت بیان شده که حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها میگوید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، هر کسی که نیت و اراده روزه را قبل از فجر نداشته باشد پس بنابراین روزش اصلا محسوب نیست، روزه ای ندارد. این دوتا حدیث گویای این هستند که نیت کردن یک رکن اساسی هست در باب روزه. فرض بکنیم که یک انسانی مثلا از ابتدا، از آغاز دمیدن فجر تا غروب آفتاب در یک منطقه‌ای بوده که آبی، غذایی، چیزی اصلا وجود نداشته و هیچ یک از شکننده های روزه رو در واقع انجام نداده. فقط و فقط این بوده که این آقا چون که غذا و آبی برایش فراهم نبوده و شکننده های دیگر روزه رو هم انجام نداده، به این خاطر از آغاز روز تا انتهای روز و تا غروب چیزی رو نخورده و هیچ یک از شکننده های روزه رو در واقع مرتکب نشده. آیا به چنین فردی می توانیم بگوییم که روزه بوده و پیش الله متعال در واقع عبادتی رو انجام داده و مستحق و سزاوار ثوابی هست؟ خیر، زیرا که این فرد اساساً نیت روزه را نداشته.
این نخوردن و نیاشامیدنش فقط به خاطر این بوده که چیزی براش فراهم نبوده که بخورد یا بیاشامد، به خاطر تقرب به الله متعال و به خاطر انجام یک عبادت نبوده. پس بنابراین نیت در هر یکی از عباداتی که ما انجام میدهیم نقش اساسی را دارد و بسیار مهم هست. در باب روزه هم این گونه هست که علما میفرمایند که در این باب هم نیت داشتن در روزه یکی از ارکان روزه در واقع محسوب می شود. منتها یک تفاوتی وجود دارد در باره روزه که به عنوان روزه فرض هست و روزه‌ای که روزه نفلی هست. نیت این دوتا با همدیگر از یک جنبه متفاوت هست. در عبادتی که به عنوان فرض انجام می شود، روزه‌ای که روزه فرض هست، حتما انسان باید شبانه نیت بکند. یعنی این که قبل از فجر نیت بکند که فردا را من روزه می گیرم، که این روزه مثلا روزه رمضان باشد که روزه فرضی هست. در روزه فرض قبل از فجر حتما باید انسان مسلمان این نیت و تصمیم را داشته باشد که من فردا روزه می گیرم. اما در روزه نفل متفاوت هست. در روزه نفلی لازم نیست که ما شبانه نیت بکنیم. فرض بکنیم که یک انسانی ظهر تصمیم میگیرد که امروز من روزه میگیرم، از صبح تا حالا چیزی رو نخورده، نیاشامیده و امروز صبح ظهر الان تصمیم گرفته که من تا شب دیگه روزه میشم و امروز رو روزه میگیرم. این روزه در صورتی که روزه نفلی باشد معتبر هست و این نیت ولو این که در شب این نیت را نداشته نیت محسوب می شود و این روزه یک روزه در واقع درست و مشروعی محسوب می شود. اما در روزه در واقع فرض حتما باید انسان شبانه نیت بکند. روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که ایشان می‌فرماد یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند پیش من در منزل من و سوال کردند که هل عندکم شیء، شما یک چیزی برای خوردن هست تو خونه‌تون؟ یک چیزی دارید که ما چیزی بخوریم؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که من به ایشون گفتم که نه، چیزی نیست برای خوردن در خونه من پیدا نمی شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فإنی اذا صائم، پس من روزه میشم، پس امروز رو من روزه میگیرم. از اونجا به بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم نیت روزه رو گرفتم. باز هم میفرماد که یک روز دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد در منزل من که وارد شد. من گفتم که یا رسول الله امروز یک حلوایی رو به ما هدیه دادند، یکی از همسایه ها حلوایی رو آورده و به ما هدیه داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کجاست، به من نشون بدید. و وقتی که اون حلوا رو آوردند رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون حلوا خوردند و بعدش هم فرمودند که فلقد اصبحت صائما، من امروز روزه بودم، یعنی از صبح من نیت روزه رو داشتم اما وقتی که این غذا پیدا شد در واقع روزه رو شکستم. از این مطلب دو حکم و دو مطلب ثابت میشه. یکی این که در روزه‌ای که روزه نفلی هست لازم نیست که انسان شبانه نیت بکند و اگر در روز نیت بکند حتی قبل از ظهر نیت بکند این نیتش معتبر هست و روزهش درست هست. و بالفرض برعکس هم اگر کسی شبانه نیت روزه رو داشت که فردا من روزه نفلی میگیرم اما فرداش تصمیمش عوض شد، باز هم اجازه دارد میتواند روزه خودش را بشکند بدون از این که قضا آوردنش بر عهده اون لازم باشد. این دو حکم از این روایتی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کرده و در صحیح مسلم هست، این دو مطلب و حکم را ما از این روایت میتونیم برداشت بکنیم. این مطلب اول هست و رکن اول. و رکن دوم روزه امساک هست. امساک یعنی باز آمدن، انجام ندادن اعمالی که به عنوان شکننده های روزه محسوب می شوند. الله متعال در قرآن کریم می فرماد فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لكم وکلوا واشربوا. بعد از این که در واقع در ابتدای اسلام در شب وقتی که اگر انسان در ابتدای شب خواب میرفت حکم شرعی این بود که اگر بیدار میشد تا فرداش هم نمیتونه چیزی رو بخورد. این در فرض بکنید یک فردی مغرب خوابیده در ابتدای شب خواب رفته، بعد از بیداری دیگه وقت روزه شروع شده بود، یعنی جایز نبود که انسان بعد از این که از خواب بیدار بشود چیزی را بخورد. بعد از این
این حکم منسوخ شد و الله متعال این آیه را نازل کردند که فالآن باشروهن، الان اون حکم قبلی مرتفع شده، فالآن باشروهن، با زنانتون نزدیکی بکنید، و ابتغوا ما کتب الله لكم، دنبال فضل الله و در پی فرزند باشید، و کلوا واشربوا، بخورید بیاشامید اون چیزی که الله خداوند متعال به شما عنایت کرده، حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا زمانی که فجر در واقع میدمد. ثم اتموا الصیام الی اللیل، بعد از این که فجر دمید شما روزه را کامل بکنید تا شب، یعنی از دمیدن فجر تا غروب آفتاب شما حق ندارید که چیزی را بخورید. پس بنابراین با توجه به این آیات و این احادیثی که من خدمت شما عرض کردم، ارکان اصلی روزه دو چیز هستند. اولین نیت هست که انسان نیت داشته باشه که من فردا را امساک میکنم، چیزی نمیخورم و نمیاشامم به قصد روزه، این مطلب اول. و مطلب دوم این که امساک بکند، عملا از طلوع فجر تا غروب آفتاب به نیت تقرب به درگاه الله متعال چیزی را نخورد و نیاشامد. اگر این دو مطلب وجود داشت و این دو رکن وجود داشت، عبادت ما و روزه ما یک روزه قابل قبولی هست و روزه مشروعی در واقع حساب می شود. در غیر این صورت این روزه محسوب در واقع نمی شود. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و شما را مطالب دیگری را در خدمت شما عرض می کنم، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.